با سلام خدمت شما بینندگان عزیز. من شیلا، خدا پدرتون رو بیامرزه هستم. خیلی عصبانیم چون شما ملت اصلا نمیدونین چی کار میکنین. برداشتین یه مش ارازل و باش و نمیدونم عروس سفیر و اینا رو برداشتین شاخ مجازی کردین که اصلا هیچی نمیدونن، اصلا نمیدونن راجع به چی دارن صحبت میکنن. منو باید شاخ مجازی میکردین. هی آره دختره اصلا $7 سر تا پاش $7 نمیارزه. دختره افریته وقت کفش $7,000 پاشه، $7,000 کفش $7,000 هم که پاش کرده اصلا خودش شاکه که چجوری پوشیده اینو که پاش کرده. دلار خیلی گرونه، خیلی وضع افتضاحه. برای منم وضع افتضاحه. منم رنگ شناسی بلدم، منم سلیقه دارم. آره منم چه رنگی دوست دارم؟ رنگ روباه بنفش. آره روباه بنفش. من دیدی که چقدر بالا پایین پریدم، رأی بهش دادم، گفتم رأی بهش بدین. حالا وقت من داد میکشین میگین چرا بهش رأی دادی؟ خب دیگه یه مش قزمیت اومده بودن میخواستن رئیس جمهور بشن. خب ما گفتیم دیگه این از همه بهتر از همه قزمیتایی که بود دیگه. به کی باید رأی میدادم؟ من کس دیگه هم بود. من داشتم خودتون میدین که دلار الان خیلی افتضاحه، وضع منم خوب نیست. همسر عزیزم دیگه پلاستیک سرجری اصلا نمیتونه بکنه. قبلا صف بود مثلا دم آفیسش، مردم می اومدن میگفتن آقای دکتر باسنمون رو گنده کن، یه جوری باشه که مثلا مردم فکر کنن مثلا ما پوشک بچه پوشیدیم وقتی راه میریم. یا می اومدن میگفتن سینه هامون رو گنده کن، گردش کن که مثل الکسیس بشه. یا می اومدن میگفتن دماغای خرطوممون رو مثلا کوچیک کن. الان دیگه مردم پول ندارن این کارا رو بکنن. وضع منم بده. البته من بچه‌م مهد کودک میره، مهد کودک خیلی خوبی میره، اینقدر خوب است که اصلا گارد داره، گارد با اسلحه داره اونجا آره من بچه‌مو هر جایی که نمی‌ذارم مثلا حالم خراب میشه وقتی راجع به صحبت میکنم. اینو می‌داشتم میگفتم ول کنم نیستی میگین گرین کارت. من گرین کارت آمریکایی دارم، به کسی چه ربطی داره؟ اما من که اینجام، من باید شاخ مجازی بشم. شما باید شروع کنیم راجع من صحبت کردن. فالوهای من البته من میرم تو اینستاگرام میبینم دارین فوش خواهر مادر میدین، بلاکتون میکنم یا مثلا پاک میکنم یا کامنتار اصلا میبندم. اصلا به کار من چی کار دارین؟ من خوب اصلا شاخ مجازی بشم، وضعم خوب بشه، پول در بیارم. آره بعدش اون پسر شاشو صبحانی اومده حرف زیادی میزنه. همین همه رو کردین آقازاده، مگه اینجا عربستانه؟ حالا یکی به این پسر شاشو بگه که چی حرف مفت داری میزنی، میگی منو تهدید میکنی، میخوای راجع به زندگی قبل از ازدواجم مثلا بیا صحبت کنی در گردان. برو بگو مرد شورتو ببرن، مرد شور همتونو ببرن اصلا.